واقعا آدم تعجب میکنه نه؟ چطور دوتا کشور، کره شمالی و جنوبی، که این همه تاریخ و فرهنگ مشترک دارن، بله. تونستن اینقدر توی زندگی روزمره مردمشون متفاوت بشن، انگار دوتا دنیای جدا کنار همن. دقیقاً همینطوره. و جالبه که این تفاوت‌ها گاهی تو جزئیات خیلی ریز خودشو نشون میده. مثلا چی؟ مثلا همین واحد پولشون. هر دو وان دارن خب؟ آها. ولی ارزش این دوتا وان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی زمین تا آسمون فرقشه. جالبه. و حتی عکسای روی اسکناس ها. تو شمال عکس کارگر و رهبر رو میبینی، تو جنوب عکس پادشاه و هنرمند قدیمی. یعنی نگاهشون به هویت ملی هم فرق میکنه. پس یعنی این نمادها هم خودشون داستان جدایی این دوتا رو میگن. توی ورزش چطور؟ اونجا هم همینطوره؟ شنیدم فوتبال رو هر دو دوست دارن. آره، فوتبال مشترکه، ولی خب تخصصاشون فرق داره. کره شمالی معمولاً تو وزنه‌برداری، ژیمناستیک اینا قویه. آها. کره جنوبی بیشتر تکواندو، بیسبال، اسکیت سرعت. اینا رشته‌های مدال‌آورشون هستن معمولاً. ولی یادم یه المپیک با هم اومدن. آره، المپیک زمستانی 2018. اون ورود تیم مشترکشون زیر یه پرچم خب خیلی احساسی بود. یه لحظه کوتاه ولی خیلی خاص از اون ریشه های مشترک. این تفاوت توی ارتباط با دنیا فقط بحث ورزش نیست حتما. فرودگاهاشون رو اگه مقایسه کنیم. اونجا که دیگه شکاف خیلی عمیقه. فرودگاه پیونگیان رو ببینین، خیلی کوچیک و محدود. سالی شاید 6000 مسافر. کلاً 2 تا ایرلاین. فقط؟ بله. حالا مقایسش کنید با فرودگاه اینچون سئول. گولیه. سالی بالای 50 میلیون مسافر. با کلی امکانات عجیب و غریب. باغ داره، پیست اسکیت داره. باور نکردنیه. و این حتما به آزادی سفر مردمشون هم ربط داره. 100%. تو شمال میدونید حتی سفر داخلی هم مجوز میخواد. جداً؟ بله. سفر خارجی که دیگه تقریباً رویاست برای آدمای عادی. ولی تو جنوب مردمشون یکی از قوی‌ترین پاسپورت‌های دنیا رو دارن. راحت به بیشتر از 170 تا کشور میتونن برن. چه تضادیه؟ این یعنی تفاوت توی نگاه به دنیا، فرصت‌ها، خیلی چیزا. شنیدم این کنترل حتی روی چیزای خیلی شخصی مثل ظاهر و مدل مو هم هست؟ بله درسته. تو کره شمالی تعداد مدل موهای مجاز محدوده. مثل اینکه حدود 10 تا برای مردا، 18 تا برای زنا. عجب. استفاده از لوازم آرایش خارجی هم خب کنترل میشه. حالا اینو بذارید کنار کره جنوبی که مهد کی بیوتی هست. دقیقاً یه صنعت 13 میلیارد دلاری. اونجا دیگه آزادی کامل. هر رنگ مویی، هر آرایشی، حتی جراحی‌های زیبایی که خیلی هم رایجه. پس اون زندگی شبانه پرزرق و برقی که مثلا تو فیلم‌ها از سئول می‌بینیم، تو پیونگیانگ چطوره؟ اصلا هست؟ نه، به اون شکل غربی. کلاب شبانه و اینا که نیست. تفریحات شبانه خیلی محدوده. البته میگن یه دوره همی‌های زیرزمینی و اینا هست، ولی قابل مقایسه با اون همه بار و کلاب و جنب و جوش سئول نیست دیگه. اصلاً دنیای دیگه‌ایه. این تفاوت توی سبک زندگی حتما خودش رو تو چیزای دیگه مثل ماشین داشتن هم نشون میده. قطعاً آمارش واقعاً تکان دهنده است. تو شمال به ازای هر 1000 نفر شاید 11 تا ماشین باشه. یا خدا، 11 تا؟ بله. حالا جنوب؟ حدود 475 تا. وای. این فقط عدد نیستا، یعنی تفاوت تو قدرت خرید، تو زیرساخت، تو حتی حس آزادی حرکت. غول‌های ماشینسازی دنیا مثل کیا و هیوندای مال جنوبن، در برابر تولید خیلی محدود داخلی شمال. میرسیم به رسانه و دسترسی به اطلاعات. اینجا هم حتما فرق اساسی دارن. یکی از اصلی ترین تفاوت‌ها همینه به نظرم. تو شمال خب همه چی تحت کنترل دولته. رسانه‌ها، اینترنت، همه چی فیلتر شده و یک طرف است. ولی جنوب رسانه‌ها آزادن. صنعت سرگرمیشون، کیپ هاپ، سینما. ببینید فیلم انگل چطور جهانی شد. این یعنی قدرت خلاقیت توی فضای باز. توی نیازهای اولیه‌ای مثل بهداشت و درمان چطور؟ هر دو میگن خدمات رایگانه، درسته؟ روی کاغذ آره، ولی تو عمل خیلی فرق داره. تو کره شمالی، مخصوصا بیرون پایتخت، امکانات خیلی خیلی محدوده. گاهی از ابتدایی ترین چیزها خبری نیست. امکانات ضعیفه یعنی؟ بله، خیلی.
ولی کره جنوبی یه سیستم درمانی خیلی پیشرفته و قابل دسترس برای همه داره. خب این یعنی کیفیت زندگی، یعنی امید به زندگی. و غذا، یه نیاز اساسی دیگه، اونجا وضعیت چطوره؟ متاسفانه تو شمال مشکل امنیت غذایی هست. رژیم غذایی خیلی محدوده. برنج، ذرت، کیمچی. گوشت یه چیز لوکسه واقعاً. عجب. ولی جنوب فراوونیه. عشق به غذا دارن اصلا. انواع کباب‌ها، غذاهای دریایی، رستوران‌های متنوع، غذای خیابونی، یه فرهنگ غذایی خیلی غنی و در دسترسی دارن. حتی تحصیل که میگن هر دو جا اجباریه. اونم حتما محتواش فرق میکنه. دقیقاً. پایه اجباریه. ولی تو شمال خیلی تمرکز روی ایدئولوژی و خب پرستش رهبرانه است. آها. ولی کره جنوب یکی از تحصیل کرده ترین کشورهاست. سیستم آموزشیشون خیلی رقابتی و سطح بالاست. البته فشار روانی هم خیلی زیاده روی بچه‌هاشون. و آخرش هم میرسیم به سربازی اجباری که هر دو دارن. بله، سربازی هم هست، ولی باز خیلی بزرگ. تو شمال دورش وحشتناک طولانیه. 10 سال مردا، 7 سال زنا. 10 سال. بله، و گزارش‌ها از شرایط سخت و سوء تغذیه هم زیاده. تو جنوب کوتاه‌تره، آموزش‌ها سخته به خاطر وضعیت امنیتی، ولی خب شرایط کلی بهتره. وقتی همه این تفاوت‌ها رو میذاریم کنار هم، از مدل مو و غذا بگیر تا آزادی سفر و اطلاعات و درمان، یه تصویر کلی شکل میگیره. تصویری از این که چطور 2 تا راه متفاوت حکمرانی میتونه 2 تا دنیای اینقدر جدا برای مردمی با ریشه یکسان بسازه. دقیقاً. خیلی جای فکر داره. اینکه چطور تصمیم‌های کلان سیاسی میتونه اینقدر عمیق تو خصوصی ترین بخشای زندگی مردم نفوذ کنه، مسیر زندگی‌ها رو عوض کنه. نظر شما چیه؟ این تفاوت‌ها بیشتر از همه چی رو درباره تأثیر سیستم‌ها روی سرنوشت آدم‌ها به ما نشون میده.